قبل از مدرسه با رضا توی اون هوای سرد رفتیم دور. هوای یخمکی یه جوری موامو سیخ کرده بود انگار دلغک شده بودم. زنگ اول معلم نیومده بود سر کلاس، یاسین هم دیگه داشت میزد به سیم آخر. حوصله‌مون سر رفته بود و معلمم نمیذاشت بریم فوتبال. ولی توپ رو آوردیم داخل، محمد رضا رو از سایلنتی درآوردیم. آفرین پسر. و بعد از تلاش‌های فراوان زنگ دوم گه زدیم به امتحانمون. معلم زنگ آخر سریعتر رفت خونه و ما هم سریعتر از زندان آزاد شدیم. تو راه برگشتن از مدرسه با سلمان هم سفر شدیم که داشت غیبت میکرد. در حال مشاهده تخم سگ کوچولویی هستیم که از وسط را دنبالمون کرده. یکم بعدش هم رفتیم خونه دجان، در حال تماشای کنسرت زنده بودیم و تاریخ انقضای کارتم هم تموم شده بود و بازار کنسله. امروز کلا باشگاه واسم کنسل شده بود چون اصلا حال و حوصله‌شو نداشتم. بیراشکیا توی ویترین دجان دیدم، انگار داشتن بهم لبخند می‌زدن. دایی در اینا از کجا باز میشد؟ کاری باشون ندارم، فقط میخوام صحبت کنیم. عجب صحبتی، اصل بولامصب بعد وقتی طعم گزال میداد. چرا؟ و با مگسای ته جیبمون رفتیم بازار دور کنیم و بازارم اونقدر کسل کننده بود حوصله‌ام سر رفت. صاحب کن بذار دیدشم رفیق.